رقص عجیب و جالب سیتا قاسمی در کشور دبی نشر شده است. دلیل رقص‌های عجیب و باور نکردنی سیتا قاسمی چی بوده است؟ سفر عجیب و جنجالی سیتا قاسمی به عربستان. دلیل سفر سیتا قاسمی به عربستان چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای غیر قابل باور سیتا قاسمی با همسر اولش و ازدواج سیتا قاسمی با شیخ عرب در عربستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سیتا قاسمی، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و محبوب در هنر موسیقی افغانستان بوده است که با سرودن آهنگ‌های عاشقانه و میهنی در میان هنرمندان افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشته است. سیتا قاسمی با سرودن آهنگ دوگانه پشتو با شفیق مرید در میان هنرمندان افغانستان خوب درخشید. سیتا در کشور آلمان زندگی می کند و سفرهای متعدد کاری به تاجیکستان، ازبکستان، دبی و ترکیه داشته است. سیتا در سن 16 سالگی با یک مرد 45 ساله ازدواج کرد. سیتا قاسمی بعد از رفتنش به آلمان از شوهرش جدا شد و راه هنر موسیقی را ادامه داد. وی در ماه مبارک رمضان سفر به عربستان داشت و اکنون تصاویر کاملا عجیب و باور نکردنی سیتا قاسمی در صفحات مجازی نشر شده است که وی لباسهای برهنه بر تن کرده است و رقصی در یکی از رستوران‌ها در دبی انجام داده است. تاکنون معلوم نیست دلیل رقص سیتا قاسمی چی بوده است و چرا سیتا قاسمی از هنر موسیقی دوری کرده است. ولی هر کس خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.